ازت خیلی مهمه، یه سوال اساسی. دو نفر آدمن که این دو نفر آدم دارن با هم بازی میکنن، حالا یه بازی هرچی، خب یکیشون میبره، خب خیلی ناراحت و عصبی و حالش بده، اصلا خوب نیست، ولی بازی برده. اون یکی بازی رو باخته، خب ولی بهش خوش گذشته، خوشحاله، حالش خوبه، لذت برده از بازی. خب حالا تو این دو نفر تو دوست داری جای کدومشون باشه؟ مهربونه. مهربون؟ همون که باخته. چرا؟ چون بهش خیلی خوش گذشته اما باخته، نه اما باز خوشحال بوده. اما اون یکی که عصبانی، فوش اینا میداده، عصبانی، حالش بد شده. پس باخت و برد خیلی مهم نیست، مهم اینه که آدم حالش خوب باشه.